آخوند رافضی اهل بیت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم را تکفیر می‌کند. و ما در موارد متعدد در حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی زیاد، حالا همه موارد را من نمیشه برای شما بخوانم، که ازواج نبی خصوصا عایشه خصوصا حفصه اینها بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد میکشیدن، فریاد میکشیدن، چیخ میکشیدن. داد کشیدن در برابر او عدم ایمانه. بینندگان گرامی، ملاحظه می‌فرمایید که لحن سخن این آخوند عقده‌ای چقدر بوی نفاق و تفرقه و اختلاف می‌دهد. این بیچاره که ظاهراً یک مریض روانی است، چون از قرآن کریم آگاهی ندارد، نمی‌داند که الله متعال همان کسانی را که از بلند کردن صدایشان در نزد رسول الله منع نموده، همانها را به وصف ایمان مورد خطاب قرار داده است. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان یا ای اهل ایمان. این آخوند رافضی به هر طریق ممکن می‌خواهد به همسران پاک پیامبر گرامی و مادران مؤمنان رضی الله عنهن اهانت کند و آنها را از دایره اسلام خارج نماید، غافل از این که این بدبخت عقده‌ای و امثال او با توهین و اهانت به امهات المؤمنین خود را از زمره مؤمنان خارج می‌کنند، زیرا الله متعال می‌فرماید: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان شایسته تر است و همسران پیامبر مادران مؤمنان هستند. پس او و امثال او که به مادران مؤمنان اهانت می‌کنند مشخص است که مؤمن نیستند، و الا کدام انسان عاقل به مادرش توهین می‌کند، آن هم مادری که الله او را مادر همه مؤمنان خوانده است. چه شرف و سعادتی برتر از این برای مؤمنان و برای این مادران ایمانی و بهشتیشان. خدایا، باز هم تو را شکر و سپاس میگوییم که ما را مؤمن و اهل سنت گردانیدی و از آن رافضیان غالی قرار ندادی که به مادرانمان توهین کنیم. دیگر این که اختلاف زناشویی و خانوادگی یک مسئله طبیعی است و اختلاف نظر و حتی کدورت زن و شوهر عاقل و آگاه غالباً اعتماد و درک متقابل و صمیمیت بیشتری را به دنبال دارد و انبیا علیهم السلام و خانواده های آنان و حتی امامانی که شما آنها را معصوم می‌دانید نیز به حکم انسان بودن از این گونه امور فطری مستثنا نبودند و مانند هر زن و شوهر دیگری مسائل طبیعی خانوادگی و اختلاف نظرهایی بین آنان پیش می آمد. مثلا اختلافات خانوادگی علی و فاطمه رضی الله عنهما در کتب حدیثی و تاریخی شیعه و سنی معروف است. نکته چهارم این که اگر بلند کردن صدا در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنان که این آخوند عقده‌ای و همکیشان او ادعا دارند کفر و عدم ایمان بود، پس چرا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل آن ساکت ماندند؟ چرا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم آن زنانی که به ادعای شما مؤمن نبودند را در نکاح و خانه خود نگه داشتند، در حالی که قرآن دستور می‌دهد که با زنان کافر ازدواج نکنید و همسران کافر را در همسری خود نگه ندارید؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. و می‌فرماید و با زنان مشرک تا ایمان نیاوردند ازدواج نکنید. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. باز هم از الله یاری این آخوند رافضی و دیگرانی که همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مادران مؤمنان را به بهانه این که صدایشان را در محضر آن حضرت بلند نمودند تکفیر می‌کنند می‌پرسیم آیا پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با نگه داشتن این زنان به ادعای شما بی ایمان در نکاح خود با نصوص صریح قرآن کریم مخالفت کردند؟ البته از شما و امثال شما هرگز بعید نیست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به چنین چیزی متهم کنید، چون نتیجه سخن پوچ و ادعای مسخره شما چیز دیگری غیر از این نمیتواند باشد. برای خود و شما اگر طالب حق هستید
و برای همه حقجویان هدایت و نجات و سعادت می‌طلبیم و برای منافقانی که دلهای مؤمنان را می‌آزارند از الله عزیز و غالب و منتقم عذاب دردناک و ابدی تمنا می‌کنیم.